خدمات شایسته و شایانی را برای مردم انجام داده. توجه خیلی ها ویژه بر مردم ولایت پنجشیر اینی کتاب را به همه مدارس برسانه، بر اونجا در نصاب از اونها برشان گفته شود که درسن گفته شود. خدمتگار وطن است و مردم پنجشیر است، در قلب هر فرد از پنجشیر جای دارد. پس از نشست عمومی رهبری امارت اسلامی افغانستان با تمامی والیان و ولسوالان کشور، رهبری امارت اسلامی افغانستان نشست ویژه‌ای را به صورت جداگانه با مقامات ولایت پنجشیر برگزار کرده است. در این دیدار والی پنجشیر الحاج حافظ محمد آقا حکیم همراه با ولسوالان این ولایت تمام مشکلات و خواسته ها و پیشنهادات مردم ولایت پنجشیر را با رهبر امارت اسلامی افغانستان شریک ساخته است. روزی به ده ها مکتوب میاد به خاطر از اینکه ما یک حکومتداری واقعی را بکنیم که الله رب العزت را راضی کرده باشیم و هر ملت خود را خدمت کرده باشیم. به خاطر از این است هر فرمانی که میاد، هر حکمی که میاد، هر مصوبه که از طرف ریاست الوزرا میاد یا از طرف وزارت‌های ما میاد، این ما شما به این مکلف هستیم که از او اطاعت بکنیم و او را در امو چارچوب چوکات طرز العمل و لایحه ریاست‌های خود او را عملی بکنیم. اینجا در این نشست والی پنجشیر پس از بازگشت از قندهار در نشست رسمی با مسئولان محلی هدایات و توصیه‌های رهبری امارت اسلامی را شریک ساخته و بر تطبیق آن در تمامی ادارات تأکید کرده است. رؤسا و اینی مسئولینی که در این جلسه حضور دارند بالای ازی بسته یک وزارت اعتماد کرده. بسته جناب امیرالمومنین صاحب به اینی مردمایی که در این نشسته بالایشان اعتماد کرده و هر حرفش از اسلام است، هر حرفش از دین است، هر حرفش از این است که از الله اطاعت بکنین، از الله بترسین. کاری نکنین که الله رب العزت به او خفه میشه. کاری نکنین که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او از پیش ما شما ناراض شود. کاری بکنین که الله از ما راضی شود، ملت از ما راضی شود و ما به دنیا و آخرت سعادت دارین نصیب ما شود. والی پنجشیر در این نشست گفته که اطاعت از امیرالمؤمنین حفظه الله اساس نظم و رضایت الهی است و باید تمام امور اداری بر بنیاد شریعت اسلامی و سنت نبوی پیش برود. او همچنان کمیته ویژه‌ای را به منظور بررسی ادارات ملکی و نظامی در سطح ولسوالی ها ایجاد کرده است. هر رئیس به ریاست خود اگر پیشتر 50%، 60%، 90% توجه میکرد، حالا میگم 100% به کارهای خود متوجه شد. قسم به الله امو جایی که تو گرفتی به صدها مردم مستحق امو ریاست و امو ولایت و امو چوکی میگرده ولی به اون ریاست و امو چوکی برای از اون نمیرسه. جایش تو گرفتی حق امو چوکیش ادا کن. به الله هم خیانت نکو، به رسولش هم خیانت نکو، به امیرت هم خیانت نکو، به نظام اسلامی خیانت و جفا نکو. جایش که گرفتی باز بشی کل ما بشی. اگر کدام عذر شرعی داری دو برای ما چیزی نبگیم. یکی صبح اینجا برو شام اینجا برو، صبح اینجا برو شام، فقط یک بهانه بپال که ما چه رقم بپریم از ولایت. تو که یک وزارت تو را در یک ولایت نماینده کرده، تو از ریاست خبر نیستی که ریاست ما چی وظیفه داره، چی بکنه، چقدر پیشرفت کردیم، چقدر پسرفت کردیم. خود ببین یک دفعه داینه که ما چقدر کار کردیم دیگه. او روز ما در یک ریاست رفتیم، پارسال ما کل ادارات ارزیابی کرده بودیم. او روز با دیروز باز ریاست اولی بود که رفتیم. باور کو که برای امور رئیس از قلب خود دعا کردیم. از همین دروازه عمومی که داخل شدیم یک تغییرات عجیبی را در ریاست دیدیم، در صحن ریاست. در همونجا گفتیم که این ریاست الحمدلله که نسبت به پارسال گراف اما حکومت داریش بسیار بالا. با گفته مقام ولایت در دیدار اخیر او با رهبر امارت اسلامی موضوعات مهمی چون ساخت سرک عمومی پنجشیر، حل مشکل کوتل باموردار، اشتغال جوانان و پروژه های انکشافی مطرح شده و رهبری امارت اسلامی نیز وعده رسیدگی جدی به آنها را داده است. برادر عزیز، ما که طرف جناب شیخ صاحب رفته بودیم، در روز اخیر شیخ صاحب یک فرمانی را صادر کرده که فرمان شماره 662. این برای ما خود جناب شیخ صاحب خودش قرائت کرد. وقتی که در ولایت رفتیم اینی کمیته ها را جور کنین، از نظام خود نظارت واقعی را بکنین و کمیته های گفته که او را مال قرائت میکنیم.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی د ټولو وزارتونو او مستقلو ریاستونو ادارو ته په ټولو اړونده واحدونو کې درسن ویل کیږي. دوم، د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله وتعالى د فرمانونو، حکمونو او هدایاتو او لارښوونو جریده ده. د ټولو وزارتونو، مستقلو ریاستونو او ادارو په ټولو اړوندو واحدونو کې درسن ویل کیږي او د ارشاد، حج او اوقاف وزارت لخوا دې په ولسوالۍ کې امامانو ته ورکول شي چې په مسجدونو کې خپلو مقتدیانو ته درسن ووایي. سوم، د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی لارښوونې کتاب دی د ټولو وزارتونو، مستقلو ریاستونو، ادارو او ټولو اړوندو واحدونو کې درسن ویل کیږي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت لخوا دې په ولسوالۍ امامانو ته ورکول شي چې په مسجدونو کې خپلو مقتدیانو ته ووایي. گپی سوم اما کتاب هدایت امیر المؤمنین صاحب که کتاب مستقل است، او هم در اداره واحدهای دومی سومی درسن در اونجا شروع شوه، درسن گفته شوه و ریاست حج اوقاف به امامای خودم کتاب برسانه که اونا در مساجد خود درسن بگوید. چهارم، د شرعی نظام په استحکام کې د اطاعت اغیزه کتاب دی ټول وزارتونو، مستقل ریاستونو، اداره او ټول اړوند واحدونو کې درسن ویل کیږي او د پوهنې وزارت لخوا د مدرسو ته ورکول شي چې خپل طالبانو ته درس ووایي. چهارم مو کتاب اطاعت امیر اورم که از طرف دارالفتای امارت اسلامی افغانستان چاپ شده و از نظر جناب شیخ صاحب پیر شده. اونو کتاب هم همه ادارات واحدهای دومی و سومی او را درسن در اداره خود او را تدریس بکنه و ریاست معارف اینی کتاب را به همه مدارس برسانه، بر اونجا در نصاب از اونها برشان گفته شود که درسن گفته شود. پنجم، دل منزون د اقامه په حق له د قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمان او توصیه د ټول وزارتونو، مستقل ریاستونو، ادارو ټول اړوند واحدونو کې درس ویل کیږي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت لخوا دی په ولسوالۍ کې امامانو ته ورکول شي چې مسجدونو کې مقتدیان درس نه وایي. اسم عبدالرسول است، باشنده ولایت پنجشیر ولسوالی آبشار. از اینکه جناب عالی صاحب یک انسان بسیار شریف و خدمتگار وطن است و مردم پنجشیر است، در قلب هر فردی از پنجشیر جای داره. کسی که در امارت هست، کسی که بیرون از امارت هست، که ما در قریه و قصبات وقتی مراجعه میکنیم میبینیم همه مردم از جناب والی صاحب بسیار زیاد تشکری میکنن. بسیار خدمت‌های شایان قابل لمس را در پنجشیر کرده. از اینکه جناب والی صاحب همه وقت به ولسوالی‌ها سفر میکنه، از نزدیک با مردم محل دیدار میکنه، مشکلاتشان خودشان میره در هر ولسوالی. ما خودم شاهد هستم که والی صاحب همیشه به ولسوالی‌ها سفر میکنه و مشکلات مردم خودش از نزدیک میبینه و یادداشت میگیره و چیزی که در توان والی صاحب است ان شاء الله در حق مردم پنجشیر هیچ وقت دریغ نکرده. همیشه خدمت شایان و قابل لمس را انجام داده. خداوند دیگه توفیق بده همیشه به ملت و مردم پنجشیر دیگه خدمت‌های بکنه که تا خداوند اعمال حسنه‌اش و صدقه جاریه بگرداند. عبدالمطلب امیری هستم، یک تن از باشندگان ولسوالی رخ ولایت پنجشیر. قراره که ما در جریان هستیم والی مدبر ولایت پنجشیر الحاج حافظ محمد آقا حکیم در نشست ویژه‌ای که در قندهار برگزار شده بود با زعیم امارت اسلامی افغانستان محترم ملا هبت الله اخوندزاده حفظه الله دیدار کرده که ما به صفت یکی از باشندگان ولایت پنجشیر دیدار و این توجه جناب والی صاحب بر بالای مردم ولایت پنجشیر به فال نیک میگیریم. چنانچه برای همه باشندگان ولایت پنجشیر معلوم است و هویدا است که والی دلسوز و خدمتگزار ولایت پنجشیر از زمان ازی که به ولایت پنجشیر آمده تا اکنون خدمات شایسته و شایانی را برای مردم انجام داده. توجه خیلی ها ویژه بر مردم ولایت پنجشیر داره و همچنان بر جوانان ولایت پنجشیر و در هر عرصه میگوشه و تلاش میکنه تا از خود خدمات شایسته و خوبی را به جا بگذاره.